که بر رخسار جانانه من است. آن سیه خالی است که بر رخسار جانانه من است. خنجری میچگانی او پیوسته بر جانی من است. خنجری میچگانی او پیوسته بر جانی من است. ناصحا بیهوده میگوید که دل بردار از او، من به فرمانی دلم که دل به فرمانی من است. من به فرمانی دلم که دل به فرمانی من است. گفتم ای نازک بدن عاشق مکوش کم ناز کن. گفتم ای نازک بدن عاشق مکوش کم ناز کن. گفت عاشق میکشم چند روز دورانی من است. گفت عاشق میکشم چند روز دورانی من است. گفتم ای شیرین سخن برگردند موریسیه. گفت که مور است آن کاکل پریشانی من است. گفت که مور است کاکل پریشانی من است. احمدی جامی ز عشقش سوختن مانند شم. احمدی جامی ز عشقش سوختن مانند شم. گفت که شم از آن این ماهی تابانی من است. گفت که شم از آن این ماهی تابانی من است. زلفی پریشانی من است. این ماهی تابانی من است.
در هوای همین ترانه زیبای تاجیکانه دوستان عزتمند برنامه امروزه خاطره ها را شروع میکنیم و باز هم سر میزنیم به همون ترانه هایی که یک زمان با خاطره های ما پیوستند. سر میزنیم به همون خاطره هایی که شما شاید دوران جوانی رو اندید و سر میزنیم با اون ترانه هایی که خاطره های زیبای با اون ترانه ها دارید. و امروز در مهمانی ما قرار دارند یک نفر از هنرمندان انسمبل سامان، بختیار بیانی، و امروز همراهشان یک دوستشان رو آوردن، یک دوستی که خیلی زیاد همکاری دارند و این دوستشان از جمهوری ازبکستان است، از همسایه کشوری با ما دوست و برادر. این هنرمند سلیم شاهی رحمت الله، خوش آمدید به برنامه‌مون. از حضور شما به برنامه شاد هستیم. بختیار بیانی که مهمانی همیشگی ما هستند، امروز با دوستی نو آمدن خوشحال شده که ترانه های تاجیکی رو با هم، ترانه هایی که بگویم یک زمان خاطره های زیبایی که دارن با هم اینجا بازخوانی میکنید، بنوازید. مثل همین ترانه که عین حال بود، یک ترانه هست که آرام است ولی خاراکتری تنتنوی دارد. همین ترانه بیا درباره همین ترانه حرف بزنیم، زیرا که در معرکه ها زیاد صدا میدهد. احمد جامی دو تا یا سه غزل نوشتگی هستن همگی، لیکن غزل های این کس نوشتگی باور کنید این پهلو میگرانی، به استراد میبری، به لیریکا میبری، مقام میخونی، با تمام پهلویش درست میاد، با تمام ژانر. خیلی بزرگ ایجاد کردگی هستن. من به فرمانی دیلم کی دل به فرمانی من است. این از مقام های تاجیکانه گفتی شما، از قشقرچی محیر است. این ترانه را بیشتر کی ها میخونند؟ استادها میخوندن و امروز هم میسراین و خیلی بین مردم یکی از پسند آمدگی سرودها است که مردم هر جا رید میپرسن این را. اجرایشش چگونه است؟ مشکل است، آسان است؟ یعنی یک ترانه مشکل اجرا است و یا چگونه؟ زیرا که ما به عنوان یک شنونده این ترانه رو میشنویم و از بسیاری از نازکی های موسیقی، از نازکی هایی که در این ترانه است شاید ما احساس نمیکنیم، از آن که جذابیت ترانه بیشتر است. برای ما آسان است، که برای نویادگر مشکل است، چون که مشکل تر است. اگر بگیریم مثلا دانشجویانی که در کنسرواتوری تحصیل میکنند و یا در دانشکده فرهنگ و صنعت، این ترانه را با آسانی میتونن اجرا کرده یا نه؟ با آسانی نمیتونن، باید هفته ها ماه ها در کار است که اون را آموزند، همه پهلویش را، نازکیش را. خود شما مراتب اول که همین ترانه را اجرا کردید؟ من از جوانی، خیلی جوانی اجرا میکنم سروده، چون که پدر من حافظ میخوندن این سرودها را. برای من هم پسند آمدگی بود، من از خردی میسرایم. در حالی که از خردی که میسرایید، هنگامی که همین ترانه را اجرا کردید چی پیش نظر آمد، چی به خاطر آمد؟ درونش بینه تربیه هم دارد، بله، عشق هم دارد، محبت هم دارد و دوستی و باید دیگه قدر شناسی هم دارد، چون که من به فرمانی دلم کی دل به فرمانی من است. بی پرواگی عاشق خود را احساس کرده است. بله، یعنی ترانه گوناگون جنبه است، گوناگون جنبه است، گوناگون شکل، همه جانبه. و همزمان یک ترانه که هنگامی که گوش میکنیم من گمان میکنم که یک فضای تنتنوی، همه مردم سرجم نشسته با هم صحبت آراسته و همین ترانه جایی که صدا میدهد، جایی که آش است. بله، دسترخوان پرناز نعمت و این ترانه صدا میدهد، جای خرسندی و خوشحالی. در ادامه چی میخواهید پیشنهاد کنید؟ از مردمی افغان یک سرود همراه تیار کردگی هستیم، آن را بعدا اجرا میکنیم، لیکن ما که نه تنها حافظ هم مطرب هستیم، میخواهیم یک موسیقی الهام از مردمی هندوستان بگم. البته ما از یکدیگر، از استادها، از سنتی قدیم الهام میگیریم، تخمین ایجاد نمیکنیم. برای هم کمی مانندی داشته باشدم و فکرم عیبی نیست. باشد، مرحمت.
شما طریق تلویزیون سفینه برنامه خاطره ها را دیده ایستادید و امروز در مهمانی ما قرار دارند هنرمند انسامبل سامانی وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان بختیار بیانی همراه دوستشان از کشور ازبکستان سلیم شاهی رحمت الله و بار دیگر شما را خوش آمدید میگویم به برنامه. از دیدنتان خیلی خوشحالم و بیاد درباره همین موسیقی حرف بزنیم. بررسی من این موسیقی رو به این زیبایی و اینقدر جذابیت جای نشوندم. این چه خاطره دارد؟ این موسیقی از کجاست؟ این موسیقی از خودم هست. فقط با گفتی که بوی هندوگی هم دارد. بله بله. خیلی از جوانی آخی خیلی کینوی هندی همه دوست می داشت. بله. شخصا خودی من تمثال که 15 بار دیدگی هست. در و فکرم کینوتئاتر ها الهیده. کینوتئاتر بود فقط. بلیت تنگه بود لیکن تا 3 سوم 5 سوم بلیت می‌خریدیم. ولی همین یادداشت از جوانی برنامه شما که خاطره ها هست. فکر میکنم موسیقی هم نموشه خاطره ها مونه میشه. بهترین میشه. اینقدر آفریده زیبا. و شما که یک هنرمندی هستید که هم ترانه میخوانید و هم موسیقی ایجاد میکنید و خیلی دوده شده اید به دنیای موسیقی. اینقدر با صمیمیت با صداقت هر یک آفریده که در دنیای موسیقی ایجاد میشه هنرمند هر یک آفریدهش رو فرزندش عنوان میکند. برای شما کدام فرزندی عزیزتر است؟ ترانه، اجرایش ترانه و یا موسیقی؟ موسیقی بایتر است. بایتر است. ترانه بسیار کس میخواند. بله. حافظ بسیار است که مطرب کم است. برای شما موسیقی نزدیکتر است. البته موسیقی عزیز است. اجرایش موسیقی مشکل تر است یا از ترانه؟ موسیقی. از موسیقی. از نگاه شما که یک هنرمند هستید اینقدر موسیقی ها ایجاد میکنید چی باید کرد که این موسیقی ها ماندگار باشد؟ چون ما اینجا میگویم که ترانه های خاطروی، نوازش های خاطروی، اون ترانه ها و نوازش ها خاطروی بشوند. برای این مهارت لازم است یا زحمت لازم است و یا دستگیری لازم است یا چی؟ مهارت دادگی است. فقط دستگیری کتی یا گروه باشد که مثلا یک گروه فدایی باشد. این گروه دایم هست، دایم بود. مثلا ارکسترا وجود دارد چون که ما ارکسترای بسیار با قوت داریم. کوشش داریم که اینها رو همش رو بناته گیریم. یعنی به زبان موسیقی پارتیتور کنیم و به ارکسترا پیشنهاد کنیم. بله. سولای خودم نوازم یا که دیگه کس نوازد عموما ماندگار میشد. بله. اونی که مثلا ثبت بشود که در یک جا ثبت باشد نسل های بعدی حتما که از اون کار میگیرن. زیرا که مثلا همین نوازشی که این حال شما اجرا کردید خیلی زیبا بود، خیلی تاثیر داشت. و امروز واقعا هم یک برنامه خیلی زیبا بود، خاطروی بود واقعا هم آرام بود. ما یک لحظه به کنار آرامش رفتیم و یک لحظه دیگر خیلی در شور و شوق جوانی رقصیدیم. بله، خاطره های خیلی زیبایی را پیش نظر آوردیم. تشکر میگویم برای شما، برای اشتراکتان. تشکر میگویم برای شما برادر عزیز سلیم شاهانی که امروز همراه ما بوده و ترانه های تاجیکی را نواختید خیلی زیبا و ماهرانه. با انتهای برنامه که نزدیک میشویم در انتها میخواهیم یک ترانه دیگر اجرا کنید با همون برنامه رو جمع بست کنیم. نمیتونم که از تو دل بگیرم، دل خود را از این به دل بگیرم. نمیتونم که از تو دل بگیرم، دل خود را از این به دل بگیرم. های دیده جانم دیده، در دیده جانم دیده، های شهی خوب خوبان مثل تو کس ندیده، مثل تو کس ندیده. های دیده جانم دیده، در دیده جانم دیده، های
شهی خوب خوبان مثل تو کس ندیده مثل تو کس ندیده نگیرم دل تو تا زنده باشم مگم در زیر خاک من زیر بگیرم نگیرم دل تو تا زنده باشم مگم در زیر خاک من زیر بگیرم آی دیده جانم دیده در دیده جانم دیده آی شهی خوب خوبان مثل تو کس ندیده مثل تو کس ندیده آی دیده جانم دیده در دیده جانم دیده آی شهی خوب خوبان مثل تو کس ندیده مثل تو کس ندیده شبی ما از تو دور گام میبرد پیش دو زلفانت هماین کن بیان پیش اگه خوبانی عالم از تو بپرسم بگو خیر خدا دادم بر درویش های دیده جانم دیده در دیده جانم دیده آی شهی خوب خوبان مثل تو کس ندیده مثل تو کس ندیده آی دیده جانم دیده در دیده جانم دیده آی شهی خوب خوبان مثل تو کس ندیده مثل تو کس ندیده آی دیده جانم دیده در دیده جانم دیده آی شهی خوب خوبان مثل تو کس ندیده مثل تو کس ندیده آی دیده جانم دیده در دیده جانم دیده آی شهی خوب خوبان مثل تو کس ندیده مثل تو کس ندیده مثل تو کس ندیده مثل تو کس ندیده تماشاچیان عزیز برنامه خاطره ها بود منظور شما. خیر تا دیدار بعدی. زندگی با کامتان. خیر عزیزان.